مطلب دیگری که عزیزان خدمت شما عرض شود این است که الله سبحانه و تعالی به لطف و فضل و کرمش همه طیبات را، چیزهای پاکیزه اند در این دنیا، الله سبحانه و تعالی می فرماید من برای شما حلال قرار دادم. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، آنچه که در این کره زمین برای شما رزق فراهم کردم از پاکیزهش بخورید. اون که پاکیزه است، پاک است، الله و رسول تاییدش کرده که این پاکه، برکت دارد، خیر در آن است، صحت و سلامتی میارد، قوت میارد، نشاط میارد برای ایمانت، برای صحت و سلامتیت پاک است. و یحرم علیکم الخبائث، خبائث را بر شما حرام کرده. خبائث یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان متضرر می شود، ضرر جسمانی، مالی، جان، مال، آبرو، دین، حیثیت، ناموس و همه چیز را به ضرر می کشاند، اون خبیثه. فطرت پاک انسان اون را نمی پذیرد، اون خبیثه، نه حرامند. از آن جمله که قرآن شراب را نام میبرد، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. مشروب، قمار و اون قربانی و نظری که روی قبر کشته می شود، و الازلام اون فالبینی، طالبینی که به وسیله قرعه‌کشی یا پرنده فالبینی می کنند، خیر و شر را مشخص می کنند، همه اینها رجس من عمل شیطان، این از عمل شیطان پلیدند. فاجتنبوه، اجتناب کنید از اینها. بعد الله سبحانه و تعالی می فرماید که علاوه از این که عمل شیطان است، رجس پلیدم است، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. مشروب، قمار، این شیطان به وسیله این تجارت و این عمل بین شما دشمنی و کینه و عداوت می اندازد. فی الخمر والمیسر، همه دشمنی ها به وسیله این مواد مخدره، شراب، قماربازی، مواد مخدر، قتل، کشتار، آدم ربایی، دشمنی، کینه، جنگ، کشتار، وسیلش همین موادهای مخدرند. و یصدکم عن ذکر الله، از یاد الله شما را غافل می کند. کسی که مواد مصرف می کند، یاد الله در قلبش نیست. و عن الصلاة، از نماز محرومه. فهل انتم منتهون، آیا بازم نیاز است که چیزی دیگری که از نماز بالاترین رکن اسلامه محروم، از یاد الله محروم، دشمنی، عداوت، بغض، گروگانگیری، قتل، غارت، جان، مال، ناموس، دین، ارز، عقل انسان نابود می شود. بازم فتوا بیدن که تجارت مواد مخدر جایزه، تجارت مواد مخدر جایزه، زکات ازش بدید، مدرسه بسازید، مساجد بسازید، زکات بگیرید. در فضای مجازی دیدید که بعضی از مفتیان که به وسیله مواد مخدر مفتی شدند، امروز در فضای مجازی جوانان ما را تشویق میکنند که برید مواد مخدر تجارت بکنید، بفروشید. این تجارتش جایزه، زکات بدهید. مال تجارت مال است. اون مسجد، اون مدرسه، اون عالم، اون طلابی که به وسیله مواد مخدر عالم بشود و تغذیه بشود، اسلام نیاز به اون ندارد. اسلام به اون نیازی ندارد که ما بیاییم از مواد مخدر اسلام را تقویت بکنیم، عالم پرورش بکنیم، مسجد بسازیم، مدرسه بسازیم. با کدوم دلیل؟ این مواد مخدری که به همه این ضررها دارد، همه اطبای پزشکان جهانی بین المللی، کفار حتی متفق القولند که همه مواد مخدر به انواع خودش هیچ نوع نفی ندارد، ضرر است. 1000 تا مورد
برید نگاه کنید، تو اینترنت بزنید، 1000 ضرر برای شمردند. ما چند تاشو میدانیم که برای ما خیلی عام و ساده و عامیانه هستند که عقل انسان، اون انسان عقلش از دستش میدهد، صحت و سلامتی را از دست میدهد. این که عقل از دست رفت، دین از دست رفت، ناموس را میفروشد، دین را میفروشد، هیچ چیزی نیست، از حیوان بدتره. آیا این مواد جایزه؟ این مواد میشه که به این از زکات بگیریم؟ این مال هست، حلاله. ان الله طیب لا یقبل الا الطیب. الله پاک است، پاکیزه را قبول میکند. این پاکه که جان و مال و ناموس مردم را میگیرد. جناب مفتی صاحب کجا درس خوندی؟ با کدوم آیه و حدیث فتوا میدی که مواد مخدر زکات بدهید، تجارت بکنید، علما بروند پیش مفتی صاحبان مواد مخدر چنده بگیرن؟ خجالت بکش از این فتوای خودت، توبه کن، ایمانت رفت با این فتوای. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که عده زیادی هستند که کسانی را که جاهل از کتاب و سنتند، جاهل از کتاب و سنتند، یتخذون رؤوسا جهالا، کسانی که ادعای علم دارند و جاهل از کتاب و سنتند، میروند از آنها فتوا میخواند، فضلوا اضلوا، خودش گمراه دیگران را گمراه میکنند. جوانان ما بروند کشته بشوند، پرپر بشوند، برای مفتی صاحب پول بیارند، از مواد مخدر جیبش پر بکنند، 2 تا زن 4 تا زن بگیرند، ماشین مدل بالا و ویلاس در اختیارش باشه که برید مواد مخدر استفاده. خجالت بکشند اون کسانی که فتوا میدهند. شرم باد بر این فتوای خودش، بر این سخنی. از کدوم آیه و حدیث چنین فتوای اومده؟ بعد اعلام میکنند که کسانی در راه مخدر کشته شوند شهیدند. الله اکبر. عزیزان من، شهادت تعریفی از خودش دارد. جوان را تشویق میکنه برود کشته بشود، از راه حرام برای ارتزاق بکنی، بعد اعلام میکنه که اعلام شهادت میکنی. آیا با جان و مال و ناموس ایمان مردم این چنین مولوی‌ها بازی نمی کنند؟ هوشیار باشید، چنین افراد خودشون در مواد مخدر گرفتارند، خودش مواد فروشند، خودش حرام میخورند و اینا ارزش فتوا اینا ارزش ندارد. اینا عالم نیستند عزیزان من. جوانان ما رو به کشتن میدن، بعد اعلام شهادت هم میکنند. لا حول ولا قوة الا بالله. بار الها ما را به سوی خودت، به تقوا، به ایمان، به کتاب و سنت، به خوف الله ما را به سوی خود بکشان. از چنین ملاهای که مسجد و مدرسه و طلاب به وسیله مواد مخدر تربیت میکنن، بار الها ما به پناه میبریم که کفار نفرت دارند از این مواد، اما ما فتوا میدیم جایز حلاله. چرا؟ میگه درختی از درخت تولید میشود، این دلیلشه. مگر اون مشروبی که به وسیله خرما، به وسیله انگور، به وسیله انار، به وسیله میوجات تهیه میشوند، اینا درخت نیستند. انگور از شراب از چی درست میشود؟ از این مفتی سوال کنید. شراب از چی درست میشود؟ از انگور، از خرما، از گندم، از جو، از همه میوجات درست میشود. اوی هم درختن میوند. اینا چرا حرامند؟ علتش هم قرآن بیان کرد. علتش اینه که رجسون، یک پلیدن، عمل شیطانن، دشمنی و عداوت و کینه و بغض میارند، ذکر الله را از شما میگیرد، نماز را از شما میگیرد، دین را از شما میگیرد. اگر شراب خاصیتش اینه، مواد مخدر بدتر از اینه، بدتر از اینه. برید نگاه کنید کارتون خوابه ها، جناب مفتی صاحب، اونایی که کارتون خوابند، ایمانش رفت، ناموسش رفت، پول بیارن برای تو. اونهایی که در سطل زباله ارتزاق میکنن، برید آخر خیابان آزادی زایدان را ببین، با چشمت ببین، خجالت بکش.